گفتست بابا جان شخصانی هستند که ما را از پدر و مادر حقارت میکنند. آیا ما حق لط و کوبی اونها را داریم؟ میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در نظر من بد آمد، من او را ترک کردم. یعنی نفرهایی هستند که ما و شما را از پدر و مادر، ای زن و فرزند حقارت میکنند، ولی در عوض او اگر ما هم اونها را ای پدر و مادر و زن و فرزنداشون که حقارت کنیم، بین او و بین ما و تو چی فرقه؟ هیچ فرقی نیست. ما در سوره فرقان آیت داریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله مهربان میگه چند نفری هست که اینها حق دارن که بگن ما بندگان الله هستیم. یکی از این نفرها آن کسی هست که وقتی که برای او الله مهربان مبلغ میته، منصب میته، آبرو میته، در عوض اینها این آدم تا چند تواضع و خاکساریش زیاد میشود، نه کبر و هوا بلندیش. یکی از بندگان رحمان همین است که الله مهربان هر چی بر اون نصیب میکنه، این تا چند شکرگزاریش زیاد میشود، تا چند با رو با اطاعت و عبادت خدا میاره. دیگر نفری که الله گفت میتواند که بگد که من بنده الله هستم، هرگاهی که انمی خیل جاهل ها، انمی خیل ابله ها، انمی خیل نفرهای بگیم اینا را به پدر میگن، اینها را به تربیه میگن، نفری که وقتی در دهنش حقارت هست، وقتی شرم نکرده خودش پدر داره، مادر داره، زن داره، وقتی پدری تره، مادری تره، زنی تره حقارت میکنه، وقتی حقارت کرد الله را به چی میگه؟ قالوا سلاما. شما هیچ وقت به اینها حقارت نکنید، بلکه راهی از پیشون اگر رفتن باشد حرکت کنید که تیزتر از پیشون دور برید، نه در حضور اینها نیستید. برای همین خواهری برادری هیچ وقت در عوض حقارت میکردگی امکان باشد بگو الله مهربان اگر قابل هدایت باشی هدایتت کند. الله مهربان مقصد این خصلت رذیله که تو داری خدای مهربان ای وجود دور کنه. شیخ سعدی میگفت اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. اگر انامین طبیعت درنده خویی، اگر همین طبیعت بسیار بد اگر ای وجود دور شید، انا اینجا در تو مقصد همچو فرزند آدم به حساب میره. دعا که که خدای مهربان مقصد همین همچو فرزند آدم، همچو طبیعت انسانی را به این نفر الله مهربان نصیب کنه. دقش دعا کنی. ما حدیث داریم امام ابو داود و امام ترمذی اسناد حسن میگن، راویش ابی امامه هست. میگه پیامبر گرامی گفتند انا زعیم ببیت فی ربد الجنه لمن ترک المراء و ان کان محقا. ببینید پیامبر نازنین چی گفتن؟ گفتن که من ضامن، من کفیل که تو در یکی از طبقه های جنت، یعنی جنت اگر چه دوزخ طبقه دارد، جنت هم طبقه پایان دارد، بین دارد، بالا دارد. من ضامن که تو را در طبقه همین پایان از جنت از الله درخواست میکنم، خواهش میکنم که تو را در همین گویم منزل پایان از جنت
ترا جای کند زمانی که اگر دست از جنجال، دست از بدگویی اگر تو برداری، اگرچه حق به جانب تام باشد، و این کان محقا، اگر حق به جانب تام که باشد، همونجا می شود که مقصد یک جنجال را برپا کنی، می شود که در همونجا مقصد تو یک غوغای را برپا کنی. اینه که وقتی نمیکنی همین را، پیامبر گفتن که من تو را مقصد در یکی از همون طبقه های جنت از الله خواهش میکنم که تو را جای کنه. در دوامش گفتن انا زعیم ببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب و این کان مازحا. حضرت گفت که در طبقه بین جنت، مرکز جنت، الله را میگم تو را جای کنه زمانی که اگر تو در دنیا دروغ نگوی، اگر چندی که دروغت به شوخی هم که باشد، دروغ نگو، در مرکز جنت از الله مهربان خواهش میکنم الله تو را در مرکز جنت جا میکنه. سیم گفتن انا زعیم فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه. گفتن در بالاترین جنت که را جنت الفردوس میگن، و من الله را میگم که تو در همونجا جا کند، فقط در دنیا تا اخلاق خوب داشته باشی، آداب خوب داشته باشی، رفتار خوب داشته باشی، تو را بچه خوب بگن، تو را زنی خوب بگن، من در عوض همین اخلاق زیبا تو را در بالاترین جنت الله را میگم برای تو منزل، برای تو جای جدا میکنم. برای همین خواهری دادری هیچ وقت دست به جنجال نزن، هیچ وقت حقارت هم نکن. خدا خواهد این خیریت است. اگر او پدرت، مادرت، زنت حقارت میکنه، همه حقارت ها بر میگرده به سر خودش.